مطمئنم میدونی برای چی خواستم بیای. آره میدونم. جالبه که تو این وضعیت از ما یاد میکنی جناب نایتمر. شوخ بودنتو تحسین میکنم، اما نمیخوام مثل هر دفعه که کارت انجام بدی خسارت به بار بیاد. کارتو سریع انجام بده بدون هیچ خسارتی. باشه شایعه ها. میخوای چی کارشون کنی؟ حتما بازم میخوای با یه حرف مسخره جمع و جورش کنی مثل همیشه. اونم به موقعش. تو کی هستی؟ معنی این کارت چیه؟ چی از جونم میخوای عوضی؟ تو هنوز برای برگشتن آماده نیستی لوشیا. بدن اون مرد بی ثباته. اگر دری رو باز کردی دیگه نمیتونی خودتون رو ببندی. حداقل چیزی که میخواستم رو گرفتم. به نظر کم چیزی بود. گوش کن، وقتی زمان برگرده به عقب چیزی که پشت سرت گذاشتی ممکنه جلوتر از خودت برگرده. بعضی عروسک ها برای زیبا شدن باید دیگه بشن. و اگه یکی از اونو پاره بشی چی؟ هممون یه جایی تیک تیکه ایم، نه؟ فقط بعضی همون قشنگ تر اصل خود. دوستای اون قربانی خطرناک تر از این چیزی هم که فکرشو میکنی. اگر کنترلش از دست بره همه چی از دست میره. ببینم چقدر میتونی جیغ بزنی. بد نیست.
اصلا بد نیست. یک، دو، بعضی چیزا وقتی از هم باز میشن تازه زیباییشون معلوم میشه. چیزی که کاملا مشخصه اینه که قاتل یه آدم یا یه حیوان معمولی نبوده. یکم خلاقیت داشته باش لوشیه. داستانای ومپایری یا خوناشامی خیلی وقت از مد افتاده. چی؟ آخه کی از کمپانی اون مردی که فاک فیس چایی میخره؟ مردی که پر افاده.